خب بریم میدلور احراز هویتمون هم پیاده کنیم. خب اینو چون ما برای احراز هویت خب دو تا میدلور نیاز داریم، برای یکی برای ادمینا نیاز داریم و اینا. یک کلاس رو نویسیم فکر کنم بهتر باشه، یا دو تا فانکشن رو نویسم. یک کلاس می نویسیم، یه دونه کلاس می سازم میدلور و همین. خب ایمپورت میکنم request response و next function از express. async is as middleware که خب این یه دونه request میگیره که request، یه دونه response میگیره که response و یه دونه هم next میگیره که next function ماست. خب این یه try catchه که اینجا if error بود ریترن میکنه response داده status concept .json خب این از این بالا ما باید اول توکنمون رو بکشیم بیرون. کانست توکن مساویه request dot cookies، کدوم کوکی؟ توکن رو برام بکش بیرون، توکن. بعد بیاین رو چک کن if توکن وجود نداشت ریترن کن response داده status http یه چیز داشتیم access یا یه همچین چیزی بدش کن 403 نداره 403 403 و جیسون توکن not found. بعد ما آیدی رو نیاز داریم که از داخل توکن بکشیمش بیرون. برای این کار برمیگردم به سرویس توکنم و اینجا یه دونه وریفای اضافه میکنم sync verify مساویه jwt dot verify. خب این از ما یه توکن میگیره که این توکن یه استرینگه و این توکن اینجا بهش پاس میدیم. این سیکرت کیمون هم از ما میخواد. سیکرت کیمون هم که process.env.jwt سیکرت بود استرینگ اوکیه و در نهایت ریترن میکنیم همین وریفای توکن رو. این الان برم اینجا ازش استفاده کنم. این یه آیدی داخلش به من برمیگردونه کانست آیدی مساویه توکن سرویس دات وریفای و توکنمون رو بهش پاس میدیم. الان اگه بخوام از آیدیم لاگ بگیرم
متاسفم ولی تی سیگنال میزنم، نمیدونم باید چیکارش کنم. اوکی. خب اینو میام استفادهش میکنم یه جایی حالا که فقط ببینیم چی به چیه. اینم پیادش، روز اول پیادش کنیم کامل. خب میام میگم که response dot local مساویه با id. همین و در نهایت هم این پایین next رو فراخوانی میکنم که بره سراغ کنترلر یا حالا هر چیز بعدی. اینو میام اینجا ازش استفاده میکنم. اکسپورت نگرفتم از این میدل ور مساوی نیو میدل ور و اکسپورت دیفالت میدل ور. خب میدل ور دات ایزاس و بعدش یه کنترلر میام میسازم برای همین لاگ اوتمون. بذار اینو توی ویدیو دیگه بگیرم که اونم همونجا تست میکنیمش که دو جا نشه کارمون.